امروز میخوام برای شما یاد بدم که آنتن رو چطوری در بیاریم و دوباره سر جاش بذاریم. بریم به جزئیاتش. اولین کار با ایتر دماش میدیم که داغ بشه در بیاد. گرما که دادیم درش میاد. حالا جا پایاشو تمیز میکنیم. روغن میزنیم. اولین کار با روغن بزنیم که جا پایاش درست تمیز بشه. با اوگیه و با چی تمیز میشه کلا، همه جا پایاش با تمیز میشه. خوب تمیز شد. با کینر حالا تمیزش میکنه، داره با اوگیه غلیظش میکنیم. اولین کار روغنش میزنیم. روغن که زدیم بعدش با سیمنی اوگیه جا پایاشو غلیظ میزنیم. قشنگ با لیم بزنیم با هم نچسبه. این کافی. حالا وایتر دماشو بدیم. بعد اولین کار خود جا آنتن رو بذاریم، بعدش با وایتر با دمای 380 درجه دماش میدیم که دوباره به حالت اولش برگرده. حالا مثل حالت اولش برگشت و دوباره تمیزش کنیم. اگر علاقه به آموزش تعمیرات موبایل اینا دوست داری، کانال ما رو سابسکرایب کن. خیلی ممنون.